في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در که خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و من در ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. سلامت باشین. بینندگان عزیز، همونطور که میدانید ما از چندین روش سوالای شما رو دریافت میکنیم، از طریق SMS، از طریق پیام‌های صوتی، از طریق ایمیل و از طریق حتی صفحه فیسبوک میتونین که سوالای شریعتون را ارائه بدین و طبق روال معمول نیز از سوالایی که از SMS فرستادین ما برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که یک مرد در یک مجلس به زن خود 3 بار بگوید طلاق طلاق طلاق، آیا 1 بار حساب می شود و یا 3 بار؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در مورد طلاق ثلاثه که 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با یک لفظ، یعنی یک فردی در یک مجلس 3 مرتبه به خانمش به قصد طلاق دادن بگوید که طلاق هستی، و یا اینکه در یک جمله به خانمش بگوید که 3 طلاق هستی. از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و الجماعت، مذاهب 4گانه اهل سنت و الجماعت، به هر تعداد طلاقی که یاد کرده باشد طلاق واقع می شود. اگر گفته باشد 2 طلاق یا 3 طلاق، همان 2 طلاق یا 3 طلاق واقع می شود. گرچه این نوع طلاق یعنی طلاق دادن در یک مجلس و در یک طهر بیشتر از یک طلاق یا با یک لفظ 3 طلاق بدهد یا 2 طلاق بدهد، این یک نوع طلاق بدعی هست، یعنی طلاق نامشروعی هست، برخلاف چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزش دادن. اما طلاق بدعی باز هم واقع می شود، یعنی ولو این که فردی خانمش را در حالت عادت ماهیانه طلاق بدهد یا در طهری که در آن طهر با خانمش نزدیکی کرده باشد، یا 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با یک لفظ صادر بکند که تمام اینها نمونه های از طلاق بدعی هستند، از دیدگاه جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت طلاق واقع می شود. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری گفتن که من بسیجی هستم و داخل سپاه خدمت میکنم و معاهد شدم، آیا حقوقی که میگیرم گفتن که حرام است یا حلال و حکم کاری که میکنن چیست؟ بستگی به این دارد که هدف این برادر از این که در بسیج رفته چی هست، و اگر هدفش این باشد که با یک گروهی یا با یک نظامی یا با یک تشکیلاتی همکاری بکند در راستای از بین بردن حق و حقیقت، در راستای ظلم و ستم بر مردم، قطعا این حرام هست و حقوقی را که بابت این مورد یعنی اذیت آزار کردن مردم یا در واقع کشتن افراد بیگناه دریافت می‌کند، چنین موردی از نظر شرعی حرام و ناجایز هست. اما اگر یک سری کارهای خدماتی هست که به نفع خود این فرد هست یا به نفع جامعه هست، اگر این فرد نباشد چه بسا که ضرر و زیان بیشتری مردم ببینند به خاطر جلوگیری از ظلم و تجاوز رفته است، در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که اگر شوهری به زنش بگه که اگر این کار را کرد جایش تو خونه نیست، اینجوری بگه که هرگاه این کار را کردی دیگه، یا بگه رفتی عروسی دیگه بر نگرد خونه، شوهر هم خبر نداشته باشه که اون زن رفته باشه و یا اون کار را انجام داده باشه، حکمش چیه؟ و زن هم از ترس شوهرش بهش چیزی نگفته باشه چون که ترسیده که با 5 فرزند زندگیش خراب بشه. گفتن حکم این کار که بدون خبر شوهر کار انجام داده چیه؟ و گفتن که حنفی هم هستن، اگر توضیح بدن.
این جمله‌ای که شوهر به کار برده که اگر رفتی دوباره برنگرد یا برو، یعنی خانه پدر و مادرت برو، اینها یعنی صریح نیستن در باب طلاق، یعنی لفظ صریحی در باب طلاق نیست، گویا که لفظ طلاق رو به کار نبرده و این الفاظ نیاز به نیت دارند. بدون نیت با این الفاظ طلاقی واقع نمی شود. بالفرض اگر خانم برود و هدف شوهرش طلاق دادن نبوده، طلاقی واقع نمی شود، زیرا که این الفاظ نیاز به نیت دارند، صریح نیستن در باب طلاق. منتها نظر بنده در این زمینه این است که بالفرض اگر گفته باشد که طلاقی، نه اینکه گفته باشد خونه دوباره برنگرد، خونه برو خونه پدر و مادرت یا موارد دیگر، بالفرض اگر هم گفته باشه که طلاق هستی، این در واقع یک نوع قسم به طلاق هست، تهدید به طلاق هست و چون که هدف من در واقع زن هست از این که به فلان جا نرود یا فلان کار رو انجام ندهد، هدف طلاق دادن نیست و هدف قسم بر طلاق هست. در این صورت طلاقی واقع نمی شود ولا اینکه زن این کار رو انجام داده باشد. جزاکم الله خیر. اگه کسی نماز صبحش قضا شد و ساعت 9 از خواب بیدار شد، نماز بخواند یا صبر بکند بعد نماز ظهر بخواند؟ از نظر شرعی و مصالح شرعی که انسان باید مد نظر قرار بدهد، انسان مسلمان همیشه باید مواظب و مراقب اوقات نماز باشد، تدابیری بیندیشد که همیشه بتواند نماز را سر وقتش ادا بکند، چه وقت نماز فجر باشد یا نمازهای دیگری هست. و بدین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن شب نشینی از نظر شرعی جایز نیست و مکروه است، در صورتی که منجر به فوت نماز صبح بشود. انسان سعی بکند که شبها زودتر بخوابد تا اینکه به مقدار کافی استراحت کرده باشد و بتواند برای نماز فجر به راحتی در واقع بلند بشود. منتها اگر شخصی بنابر دلایلی الان خواب افتاد و نتوانست که سر وقت نماز فجر را بخواند، هر وقتی که بیدار شد باید نماز فجر را بخواند. تأخیر نماز از وقتی که شما بیدار شدید جایز نیست. تا زمانی که انسان خواب هست و نتوانست بیدار بشود، میخواسته که بیدار بشود اما نتوانست، مقدر نبوده که بیدار بشود، از نظر شرعی گناهی بر گردن شما نیست، زیرا که این به اراده شما نبوده و شما میخواستید که بیدار بشوید برای نماز، اما خواب رفتید یا خوابتون سنگین بود یا کسی نبود که شما را بیدار بکند. احتمالا شاید این اتفاق برای بعضی از افراد بیفتد. به محض اینکه بیدار شدید باید نماز صبح را بخوانید، یعنی صبر نکنید تا اینکه نماز بعدی فرا برسد، تا وقتی که نماز ظهر فرا برسد. فرض کنید شما ساعت 7 از خواب بیدار شدید، 8 بیدار شدید، 9، 10، هر وقتی که بیدار شدید و اگر قبل از طلوع آفتاب بیدار شدید که خب وقت نماز فجر هست، باید فوراً وضو بگیرید و نماز فجر را بخونید. اگر دقیقاً وقت طلوع آفتاب هست، یعنی هنوز قرص خورشید به صورت کامل طلوع نکرده و بر نیامده، یک مقداری صبر بکنید، 10 دقیقه ربع ساعتی صبر بکنید و بعد از آن نماز صبح را بخوانید. اگر بعد از طلوع فجر بیدار شدید، به محض اینکه بیدار شدید اولین کاری که میکنید وضو بگیرید و نماز صبح را بخوانید و صبر نکنید تا وقتی که نماز بعدی میاد. و این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و فرمودن من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی از نمازی خواب افتاد، وقت نماز بود خواب افتاد، یا نمازی رو فراموش کرد، یادش شد، به محض این که از خواب بیدار شد و به محض این که یادش اومد که نماز قبلی رو نخونده، باید اول نماز قبلی رو بخواند و بعد نمازی که فعلا وقتش رسیده. و لازم نیست که شما صبر بکنید و درست هم نیست که شما صبر بکنید و تأخیر بیاندازید نماز فجر رو تا نماز ظهر. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنه و همچنین بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنید سوالاتون رو به صورت مختصر آماده داشته باشین. وقتی هم که تماس وصل شد لطفاً از طریق گوشی تلفن به صحبت ادامه بدین، منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه چون صدا دیر میاد. تشکر میکنم از شما بینندگان. بیننده دیگری پرسیدن که آیا گوشت خرچنگ حلال است یا نه؟ خرچنگ یک حیوان به اصطلاح دریایی یا دوزیست است. از نظر شرعی با توجه به کلیاتی که در این زمینه وارد شده، به طور مثال الله متعال در سوره مائده می‌فرماید احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیاره، که الله متعال صید بحر را، صید دریا را و طعام دریا را برای شما حلال قرار داده.
سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در تفسیر صید البحر میگه صید البحر ما استید، یعنی اون چیزی هست که شما شکار میکنید، و طعامه اون ماهی هایی هستند که خود مرده هستند بر روی آب میان و شما میتونید اونها رو با دست بگیرید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که در سنن اومده ترمذی و ابو داود نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد دریا فرمودند هو الطهور ماؤه الحل میتته، دریا آبش پاک هست و مردارش حلال هست. و الحل میتته، میتهش یعنی حیوان خود مردهش در واقع حلال هست. و در مورد به اصطلاح مواردی که حلال هستند یا مواردی که حرام هستند، ما آیاتی و روایاتی رو یعنی صریح داریم در این زمینه که آنچه را که حلال هستند و آن چیزی را که حرام هستند الله متعال با تفصیل بیان فرموده. و حتی امام بیهقی رحمت الله علیه در سنن خودشون یک روایتی رو دارند و نقل میکنند از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون فرمودند که ما حل الله فی کتابه فهو حلال و ما حرم الله فی کتابه فهو حرام. هر چیزی رو که الله در کتاب خودش حلال کرده برای شما حلال هست، اون چیزی رو که گفته که حرام هست اونم برای شما حرام هست. و ما سکت عنه فهو عافیه، و هر چیزی رو که الله متعال سکوت کرده یعنی نگفته که حلال هست یا نگفته که حرام هست، این یک عافیتی هست. فقبلوا من الله عافیته، این عافیتی رو که از جانب الله متعال برای شما بیان شده اینو در واقع قبول بکنید. فإن الله لم یکن نسیا، زیرا که الله متعال فراموش نکرده. یعنی الله متعال مواردی رو که حلال هستند اینها رو بیان کرده، مواردی رو که حرام هستند با تفصیل بیان کرده، و مواردی رو که ساکت شده معنیش این است که حرام نیستند بر شما. مواردی رو که سکوت شده در آیات قرآن یا در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به این معنی است که برای شما حرام نیستند. و در مورد حیواناتی که حرام هستند یا حیواناتی که حلال هستند یک سری قواعد کلی رو فقها وضع کردند برای تشخیص دادن مواردی که حلال هستند و مواردی که حرام هستند. به طور مثال گفتن باید حیوان مذبوح باشه یعنی ذبح شده باشه. و در مورد حیوانات دریایی رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتاً فرموده الحل میتته، نیازی به ذبح ندارند، خود گرفتنش در واقع همون ذبح کردنش است. یا جزء ذی انیاب نباشه یعنی نیش نداشته باشه، دندان ناب نداشته باشه یعنی جزء حیوانات شکاری و درنده نباشد. یا قاعده دیگری که جزء مستقذرات نباشد که طبع انسانون رو قبول نمی کند مانند حشرات، و این موارد که از نظر شرعی با توجه به این اصول کلی اسلام حرام هستند. و در مورد خرچنگ دریایی و همچنین موارد دیگر که شبیه به این مورد هستند مانند میگو و موارد دیگری که در این زمینه هستند، عرض کردم که در این صورت نص صریحی که دلالت بر جواز داشته باشه یا دلالت بر حرمت داشته باشه در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی دیده نمی شود. و بنابر کلیاتی که در این زمینه وجود دارد این موارد جزء موارد حلال هستند، جزء موارد حلال هستند، مگر مواردی رو که از نظر فطری و فطرت سلیم بشری اون رو در واقع قبول نمی کند و جزء مستقذرات هستند. و رأی اکثر علما هم در این زمینه در مورد خرچنگ یا در مورد میگو این است که اینها جزء مواردی جزء همون صید البحر در واقع شمرده می شوند و از نظر شرعی حلال هستند. منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برخی از فقها نظرشون بر این است که میگو و امثال آن و همچنین خرچنگ اینها رو جزء صید البحر اساساً حساب نمی کنند و صید البحر تنها به ماهی و انواع متفاوت ماهی اطلاق می شود. و حتی برخی از علما تاکید کردن بر این که این موارد جزء مکروهات هستند. اما عموم اهل سنت و مذاهب اهل سنت و جماعت معیارشون آیات کلی هست که در این زمینه وجود دارد و هر چیزی رو که از دریا شکار بشود و از نظر در واقع فطری مستقذر و بد نباشد، انسان از خوردنش چندشش پیدا نمی شود، جزء موارد حلال شمرده می شود. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز آماده است و بنده باز تکرار میکنم کسانی که تماس میگیرن لطفاً سوالا را به صورت مختصر و آماده داشته باشند. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. من سوید صحبت میکنم، میخوایم یک سوال شرعی دارم. بفرمایید، در خدمت شما هستم. سوالی به این رقم است. اول خود سلام احترام به شما و آقای و استاد عبدالقدوس دهقان تقدیم میکنم. سوالی به این رقم است که اگر
چند نفر حاجیان بعد از طواف و بعد از سعی به هتل میآیند و خودشان احرام دارد. یک نفر که احرام دارد میتواند که سر رفیق حاجی دیگه خود تراش کند و یکی از دیگه خود تراش کند. سوال دیگه هم دارین؟ در هتل مقصدی من که وقتی که از در هتل میان اینا میتونن سر یکی دیگه خود تراش کنند. درست. سوال واضحه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه مقصد امیر اگه برای من لطفاً بگید که برای من حل شود. یعنی خود حاجی پیش از دو که سر خود تراش کند میتونه سر رفیق خود از حاجی دیگر را تراش کند یا کم کنه مویایش. انشالله پاسخ خود دریافت میکنید. این سوال واضح است. تشکر میکنم از شما. سلامت باشید. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. من چند تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوالم اینه که من خواب دیده بودم، تعبیرش که خواب دیدم که چند تکه ابر از آسمون پیدا شد و خورشید از طرف غرب اومد بیرون. بعد من تعجب کردم که باید خورشید از طرف شرق شروع کنه. بعد طرف شرق رو کردم دیدم که هر دو طرف خورشید بیرون اومده بود، یعنی دو تا خورشید داشتیم. بعد این که روی زمین اصلا روشن نبود، خورشید اومد بیرون ولی اصلا زمین روشن نمی‌کرد. بعدش میخواستم بدونم که این خواب شیطانه یا یه جور دیگه از خوبه یا بده. ساعت‌های 4 صبح بود که خواب دیدم. سوال بعدی این که آیا کسی که عادت ماهانه داره میتونه به مسجد بره، چون که مکتبمون اونجا برگزار میشه. سوال بعدی این که در حالت عادت ماهانه میتونی قرآن بخونی، بعد از صفحات قرآن از داخل گوشی حرفاشو میتونی لمس کنی؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. سلامت باشین. من بینندگان خواهش میکنم که تعبیر خواب و چیزایی که در خواب میبینن را در برنامه مطرح نکنن که فقط سوالای شرعی و بحث فقهی که هست انشالله ما پاسخ بدیم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم جناب مولانا. بخش صداتون یک کمی واضح نیست. بفرمایید. سوالتون؟ آسایی شد؟ انشالله. حالا صحبت بکنید. ادامه بدین صحبتتون. مولانا صاحب یک سوال داشتم. نمازهای خفیه که بسیار در جماعت خوانده میشه چاشت دیگر یا پشت مولای امام که نیت کنی باز مولای امام چیزی که بخوانه آیا میشه یا مثلا الحمد شریف یا دیگر سوره را خود آدم بخوانه نماز تکمیل میشه یا تنها خود دستات چی شوه مولوی که بخوانه؟ درست. سوالی هم دارین؟ نه دیگه سوال نداشتم. بس بله یک ذره چیز جواب بده. انشالله. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوال ما است که راجع به اهل اعراف که در قرآن صحبت شده راجع به یا ما توضیح کنید که اینا کی هستند؟ اهل عروس؟ اهل احراف. اصحاب اعراف. یک سوره به نام احراف هم هست. درست. من عروس شنیدم. تشکر از شما. خداحافظ. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلام خدمت شما استاد. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سوال شرعیتون؟ سوال داشتم. گفتن که به مذهب حنیفی ما چیزی من پول داره روی کرایه خونه روی اجاره خونه ببینم که این زکات داره یا نداره. چه چیز داره داره خونه؟ رهن یعنی؟ چیزی من پول داره روی اجاره خونه ها روی اجاره خونه پول داره ما گفتم ببینم زکات داره یا نه. درست.
سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر. بعد این که چقدر هر میلیون چقدر پول زکاته؟ 7 میلیون. هر میلیون چقدر؟ هر میلیون زکات. آره. یعنی هر میلیون افغانی؟ نه ایرانی. درست. ما تو ایرانی. آره. درست. تشکر از شما. تماس بیننده بعدی میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. میخواستم یک سوال از دوستان کنم. خواهش میکنم بفرمایید. همین دمرای ما میگن که اگر با صلاح نماز خونی یک رکعت از 70 رکعت حساب درسته؟ یک رکعت 70 رکعت. یک رکعت اگر نماز با صلاح بخونی صلاح در خلوت در تو اشاره می در صلاح میگن مدت توقی صلاح یک رکعت اگر نماز خونی یعنی با 70 رکعت درسته. با چه چیزی؟ یعنی با امامه؟ با جواب با صلاح میگن در تو اشاره میمونی. ها کلاه بر سر بذاری یعنی؟ کلاه درست. همین 70 رکعت شما کرانی درسته؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ما درسته وقتی که مکه و مدینه زیارت میرن خانه کعبه وقتی که همون سنگی که هست حجر اسود همون را میگه اگر زیارتی نه همون جرگه تا ملائکه شهیدی متوقع دوری جسمت که همین شهیدی یعنی مکه و مدینه زیارت کرده. درست. یعنی بسیدن یا زیارت حجر الاسود دیگه. درسته؟ سلام باش. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. چند تا سوال داشتم. سوال اولم اینه که دو نفر با هم گوشتی گرفتن. یکیش خودت مثلا ضرب نفتی شده. الان خدا نخواسته اگر این نفر میره این طرف خوندار میشه یا نه. یکی هم سوال دوم اینه که در ماه مبارک رمضان اگه قطعا روزه رو بخوری مثلا غذا بخوری این باید یک روز مقابل دیگه بگیری یا 60 یا چند؟ بله 60 روز. سوال سوم هم این بود که من یک دفعه دیگه سوال رو پرسیدم از شما. قبلا من یک دختر دارم مثلا 7 ساله خانم هم فوت شده بوده. این دختر 7 ساله الان این به همراه پدر خانم مادر خانم مثلا این 2 ساله که اینجا زندگی کرده اونجا عادت کرده تلویزیون. الان این ازانه تیزی برای خودم و پدر مادر من میرسه یا به پدر خانم و مادر خانم میرسه که اونا ازانه کنند. مثلا اگر بزنم که برسه تا چند سال دیگه مثلا باز دیگه به عهده منه که من باید بیارم. الان اون پدر خانم و مادر خانم هم ناراحتم. یک کمی مثلا قطعی رابطه هم هست نه یا طرف ما مثلا اون هم تا هنوز بچه دیگه اون پله از نوعه. درست. سوال واضح. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین. خدا نگهدارتون. انشالله که بعد از این برنامه صبر کنید و پاسخ رو دریافت کنید انشالله، چون به ترتیب پاسخ میدیم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. این نماز چه مال وتر این 2 رکعت میخونه مثلا با 2 رکعت یه سلام مثلا میخونه یا مثلا بعد 3 رکعت مثلا با مثلا یک تایر میخونه مثلا یک سوال مثلا بعد دیگه دوباره برانش مثلا این برام توضیح دیگه. من این جام خیلی مثلا موقعیتی مثلا گناه مثلا موقعی. بله امکان گناه براتون زیاد است یعنی؟ بخش سوال دوم ساعتون قدر داره میشه در جایی که هستی موقعیت گناه؟
بنده گرامی اگر صدای ما رو میشنوید لطفا صحبت کنید. ظاهرا تماسشون مشکل داره. تا سوال دوم رو واضح نگرفتیم. تشکر از شما. تماس بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بنده همیشه تکرارم میکنم که وقتی تماس میگیرین لطفاً منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد و همین که صداتون وصل شد و ما گوشی رو برداشتیم یا صحبت شد، لطفاً به صحبتتون ادامه بدین، چون واقعا صداتون وصله و شما به استودیو وصلین و صحبت کردین، صداتون رو میشنویم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ظاهرا تماس مشکل داره. بینندگان ان شاء الله با هم میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود و بعد از آن ان شاء الله که به سوالو هم جواب دادیم دوباره تماس شما را خواهیم گرفت و سوالاتون را از الان به صورت مختصر آماده داشته باشین. با ما باشین بعد از میان برنامه. هنا بدأت الحكاية وما زالت فصول الرواية تحكي قصة شعب صامد وجرح نابض، قصة أرض مخضبة وحجارة مناضلة ودماء تروي أشجار فلسطين. كانوا في عيش رغيد تخرج لهم الأرض نبتها مدرارا، ويأخذون رزقهم من البحر صيدا وإبحارا. كانوا في عيش ينعم به ربهم عليهم، يغدون خماصا ويعودون بطانا، لا يمنعهم من لذة عيشهم عدو غاصب ولا يهودي محتل. وفي ليل الظلم البهيم وفي حالة من غفلة الأمة وتفككها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. خلال هذه الغفلة هجم العدو المحتل الغاصب، فاشتغل في البلد سرقة ونهبا واغتصابا وتهويدا، رمل النساء ويتم الأطفال وشرد الناس، وأصبح الوطن الذي كان وطنا قريبا أصبح وطنا سليبا. لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، مزقوا الأرحام وفرقوا الناس وشتتوا الأوطان. بعدما كانوا في بيوت وأوطان أصبحوا في خيام في غير أوطان. بعد الجدة والغنى أصبحوا في فقر وحاجة. يعني في إنسان بينسى مسقط رأسه؟ لا إنسان مسقط رأسه مهما كان الأمر، مهما حصل معه مثلا تغير الوضع من لا غنى لا كذا لا بدور ولا بنسى، كل هذا برمي وراه وبنساش فلسطين أبدا، لا تنتسى. يمر الزمن ولم يكسر في نفوسهم حب العودة إلى فلسطين. لا يزال الأب يزرع ذلك في أطفاله، يزرع في أطفاله حب فلسطين، وهي التي لم يروها إلا صورا على الجدران أو صورا في الجرائد والمجلات.
لم يروها إلا صورا وأحاسيس في قلوب آبائهم وأجدادهم وجداتهم. وهنا تعلقت قلوبهم ببيت المقدس، وهناك رجال ونساء يرابطون، حيث الصلاة ب500 صلاة. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يحمون المسجد الأقصى من أي اقتحام أو تدنيس أو رجس أو أمر يضره، حيث الصلاة هناك ب500 صلاة. هناك في أكناف بيت المقدس لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هناك في أكناف بيت المقدس حيث الفئة المنصورة والفرقة الناجية التي يؤيدها الله تعالى وإن خذلها الناس، وهم في رباط إلى يوم الدين، يدفعون الأرواح ثمنا والدماء فداء. شهيد يتلوه شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللون لون الدم والريح ريح المسك، يورثون الشجاعة والبطولة لأجيالهم، يورثون لأجيالهم النصر والعزة والتمكين. توافد على حياة السجن الآلاف المؤلفة من أبناء شعبنا الفلسطيني، حتى أن تجربة الشعب الفلسطيني في هذا السياق يعني وضمن الأعداد والإحصاءات اللي تم إحصائها ما يقارب 1,000,000 فلسطيني دخل السجون الاحتلال الصهيوني. وهذا يعني أن كل بيت وكل أسرة فلسطينية عاشت حالة الأسر بكافة تفاصيلها وتمتلك التجربة والخلفية عن هذا الأمر. يحاربون في أرزاقهم، في معيشتهم، في حياتهم، تهدم بيوتهم، يشرد أولادهم، ترمل نساؤهم، يضيق عليهم، حتى صاروا ينتقلون من بلد إلى بلد، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. هكذا قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل. توجهوا إلى القدس، إلى فلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هكذا قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إنها فلسطين مهد الأنبياء ومهبط الوحي الأول. فيها المسجد الأقصى، فيها أكناف بيت المقدس، فيها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إنها فلسطين، لا يجوز أن ننساها، لا يجوز أن تغيب عن كلامنا، لقاءاتنا، مجالسنا، جهادنا. إنها فلسطين، ينبغي أن تظل الأجيال تذكرها، تذكر اغتصاب إسرائيل لها. إنها فلسطين. أردت الحياة يا أرض الحياة، ولوحت للنصر بالياسمين، وهيأت
يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين. حبيبة موسى وعيسى المسيح ومسرى ختام الهداة الأمين. مباركة أنت عبر الزمان يا قدس النبيين والمرسلين، يا قدس النبيين والمرسلين. أرض الحياة للنصر بالياسمين. وهيأت يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين. لنا العهدة العمرية فيك رعينا بها الناس دنيا ودين. فما مر في الدهر قوم عليك أبر وأوفى من المسلمين، أبر وأوفى من المسلمين. الحياة يا أرض الحياة ولوحت للنصر بالياسمين. وهيأت يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين. تنادينا فينا ليأتي صلاح وتخفق ألوية الفاتحين. ويثمر صبر بلاد الكفاح وشعب الكفاح الذي لا يلين. يا معشوقة السنديان العتيق وأرض المصلين والذاكرين. قريبا يعود إليك السلام يا قلب فلسطين والعالمين. قريبا يعود إليك السلام يا قلب فلسطين والعالمين، يا قلب فلسطين والعالمين. في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن گفتن که قصد آمدن به حج دارن امسال و گفتن اگر کسی که بعد از اینکه طواف و سعی انجام دادن و یک گروهی هستن به هتل آمدن، آیا کسی که خودش هنوز در حالت احرام هست و سرش را کوتاه نکرده میتواند سر شخص دیگری را بتراشد یا نه؟ بله، زمانی که مثلا حاجی یا معتمر اعمال حج را انجام داده و طواف و سعی را انجام داده، وقت تراشیدن سر هست، از نظر شرعی تفاوتی نداره و هم خودش میتواند سر خودش رو بتراشد، یعنی بعد از این که عمرش تمام شده یا بعد از این که در روز حج اکبر هست و اعمال حج رو انجام داده، در روز دهم و وقت تراشیدن سر رسیده، از نظر شرعی هم خودش میتواند سر خودش را بتراشد و هم این که حاجی دیگه میتواند سر حاجی دیگری رو بتراشد ولو اینکه خود اون حاجی هنوز سر خودش رو نتراشیده باشه.
یعنی وقتی که وقت احلال اومده که از احرام خارج بشن تفاوتی نداره. هم خود حاجی که اعمال حجش رو و عمرش رو تمام کرده هم میتواند که سر خودش رو بتراشد، هیچ گونه اشکالی وجود ندارد، و هم میتواند که سر فرد دیگری رو بتراشد. یعنی برای تراشیدن سر بعد از به نیت خارج شدن از احرام شرط نیست که فردی که سر رو میتراشد خودش از احرام خارج شده باشد. خود شما که عمرتون تمام شده میتوانید سر خودتون رو بتراشید، یا اینکه فرد دیگری که اون هم در حالت احرام هست و اعمال حج عمرش رو تمام کرده میتواند که سر شما رو بتراشد، هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیرنده بعدی در مورد خوابی پرسیدن، هرچند که متخصص در خواب وجود نداره. گفتن چند تکه ابر در آسمان دیدن و خورشید را دیدن که از طرف غرب بیرون آمده است و بعض دیدن که خورشیدی از طرف شرق نیز وجود داره. این دو طرف خورشید وجود داشت اما زمین تاریک بود و روشن نبود. از نظر یعنی عملا مردم یعنی خوابه هایی رو که میبینند نباید زیاد روی خوابه ها در واقع یعنی اهمیت داده بشه. بسیار از این خوابه های پریشانی هست که چه بسا که مدلول و معنایی رو هم نداشته باشند. عموما خورشید در خواب به معنی قدرت و سلطنت و پادشاهی هست و اگر نقصی در نور خورشید مشاهده باشد چه بسا که دلیل بر یک نوع بیماری یا یک نوع مصیبتی خواهد بود برای اون کسی که این خواب رو درباره‌اش دیدند. درست. جزاکم الله خیر. آیا کسی که زنی که عادت ماهانه است میتواند مسجد برود؟ در زمان عادت ماهیانه جز مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردند که زن در هنگام عادت ماهیانه وارد مسجد نشود و عموم فقها هم در این زمینه نظرشون هم این است که شخصی که در حالت جنابت هست یا زنی که در حالت عادت ماهیانه هست وارد مسجد نشوند. در این زمینه روایتی هست از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون کنار در نشسته بودند و جانمازی خمری در داخل مسجد بودند. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که عایشه این جانماز روی خمره رو دستت رو دراز کن و به من بده که از داخل مسجد اینو بردار که در حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به مسجد باز میشد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که من در عادت ماهیانه هستم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان حیضتک لیست فی یدک، که عادت ماهیانه که در دستت نیست، یعنی می توانید که دست خودت رو دراز بکنی و اون جانماز رو به من بدهید. خود این فهم حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که زن در حالت عادت ماهیانه وارد مسجد نشود، از این جمله ایشون که گفتند که من در عادت ماهیانه هستند، این معلوم می شود که حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و زنان آن زمان این حکم ثابت بوده که زن در حالت عادت ماهیانه نباید وارد مسجد بشه. جزاکم الله خیر. باز در مورد زنی که در حالت عادت ماهیانه سوال پرسیدن که آیا میتواند قرآن را بخواند، بخصوص وقتی که قرآن در داخل گوشی است، آیا میتواند حرفا را لمس کند؟ در مورد تلاوت قرآن برای زن حایضه بسیار از فقها این حالت حیض رو قیاس کردن بر حالت جنابت و گفتند که جایز نیست برای زن که در حالت عادت ماهیانه قرآن رو تلاوت بکند. اما در این زمینه یعنی روایتی که بشود به آن استدلال کرد و این در موضوع این قضیه باشه وجود ندارد و دلیلی هم از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای منع زنان از عادت که در عادت ماهیانه قرآن رو تلاوت بکنند دلیل واضح و آشکاری از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نقل نشده و قیاس کردن عادت ماهیانه بر حالت در واقع جنابت یک قیاس مع الفارقی هست، زیرا که عادت ماهیانه طولانی هست و به اختیار خود فرد نیست، برخلاف جنابت که مدتش طولانی نیست و رفع کردن حالت جنابت در اختیار خود فرد هست و در اسرع وقت میتواند که این کار رو انجام بدهد. پس بنابراین نمیتوانیم که عادت ماهیانه رو بر جنابت قیاس بکنیم. پس بنابراین از نظر شرعی اشکالی ندارد. دلیل
دلیلی وجود ندارد بر این که منع بکنند خانم ها را در عادت ماهیانه که قرآن را تلاوت بکنند. تلاوت قرآن برای خانم ها در عادت ماهیانه از نظر شرعی اشکالی ندارد و ممانعتش دلیل شرعی وجود ندارد. منتها سعی بکنند که در هنگام تلاوت قرآن رو دست نزنند. اگر مجبور هستند که از روی مصحف و قرآن بخوانند حتما با دستکش یا پرده با چادری چیزی به اصطلاح برگه رو برگردونند و اگر از روی موبایل میخونند از نظر شرعی اشکال نداره. لمس کردن موبایل یا حتی لمس کردن صفحه موبایل برای عوض کردن صفحه از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی وجود نداره و موبایل اساساً حکم مصحف و قرآن را ندارد و دست زدن به آن و حتی دست زدن به صفحه موبایل در صورتی که بر روی صفحه آیات قرآن باشه هیچ گونه اشکالی وجود ندارد و دست زدنش جایز هست. تشکر میکنم از شما. در نمازهای خفیه و سری که به صورت جماعتی برپا می شود آیا نمازگزاران خودشان قرائت بکنند یا همون قرائت امام کافی است براش؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد در طی روایات متعددی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده ایشون تاکید کردن بر این که انسان نمازگزار در هنگام نماز حتما باید سوره فاتحه را قرائت بکند و فرمودن لا صلاة لمن لم یقرأ بها، کسی که سوره فاتحه را در نماز نخواند نمازی برایش نیست و قرائت سوره فاتحه از دیدگاه جمهور فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت جز ارکان نماز هست. یعنی حتما باید قرائت و سوره فاتحه قرائت بشود و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گرچه که عموم فقهای مذهب دلیلشون یعنی نظرشون بر این است که خود قرائت فرض هست و رکن هست، قرائت فاتحه رکن نیست. یعنی به صورت کلی قرائت فاتحه باشد یا غیر فاتحه، خود اصل قرائت رو گفتند که جز ارکان هست و اختصاصی نداره به تنهایی سوره فاتحه. منتها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیاری از علمای مذهب مانند امام محمد رحمت الله علیه و بسیاری دیگر از علمای معاصرین نظرشون بر این است که در نمازهایی که در حالت خفیه خوانده می شود و انسان پشت سر امامی هست که صدای امام رو نمیشنود اولاتر و بهتر این است که سوره فاتحه رو خودش بخواند، یعنی اکتفا نکند به قرائت امام در صورتی که قرائت امام رو خودش هم نمیشنود در نمازهای خفیه هست. و نظر امام محمد رحمت الله علیه از علما و ائمه و فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در این زمینه این هست و از دیدگاه جمهور علمای مذاهب اهل سنت امام شافعی و امام مالک نظرشون بر این است که قرائت فاتحه در تمامی رکعت‌های نمازها هم از نماز فرض یا نمازهای غیر فرض جز ارکان نماز هست و حتما باید خوانده بشود. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که اهل اعراف چه کسانی هستند؟ اعراف به معنی جای بلند هست. خود اعراف به معنی جا و منطقه بلندی هست و اعراف یک منطقه هست در میان جهنم و در میان بهشت که در روز قیامت برخی از مردم در این وسط در واقع هستن و علی الاعراف رجال که بر روی اعراف و در این قسمتی که به سرزمین بلندی هست یا افرادی وجود دارند که اینها نه بهشتی هستند و نه جهنمی هستند. در تفاسیر اومده که این گونه افراد و این افرادی که در اعراف هستند و در میان بهشت و جهنم قرار دادن اینها کسانی هستند که نیکی ها و بدی هایشون در واقع مساوی هست، نه به اندازه گناه دارند که وارد جهنم بشوند و نه به اندازه ثواب دارند که وارد بهشت بشوند. اینها در این منطقه قرار میگیرند و الله متعال میفرماید زمانی که چهره آنها به طرف آتش برگردانده میشود دعا میکنند پروردگار ما را از اهل آتش قرار مده و امیدوار رحمت الله متعال هستند که وارد بهشت بشوند و نهایتا الله متعال اونها را مورد رحمت خودش قرار میدهد و وارد بهشت میکند. تشکر میکنم از شما. بیننده خواستن که طبق مذهب حنفی رای را بگیرن، گفتن که رهن اجاره خانه آیا زکات داره یا نه؟
چیزی رو که به عنوان رهن در واقع پرداخت می شود و به صورت امانت گذاشته می شود نزد صاحب خانه که در مقابل از خانه یعنی مستاجر بتواند از خانه استفاده بکند، از نظر شرعی این ملک خود در واقع مستاجر هست، ملکیتش عوض نشده، هنوز در ملکیت خود مستاجر هست، یعنی به صورت امانت یا به صورت رهن در واقع داده به یک فرد دیگر، به صاحب خانه، و ملکیتش هنوز مال خود این فرد هست. هر وقتی که از منزل خارج بشود میتواند اون رو طلب بکند و مال خودش رو در اختیار خودش بگیرد. پس بنابراین چون که ملکیتش مال خود مستاجر هست، پس بنابراین اگر به مقدار زکات رسیده باشد، به اندازه نصاب زکات باشد، زکات هم بر آن لازم هست و خود مستاجر باید زکات این مورد رو پرداخت بکند. سپاسگزارم از شما. مقداری گفتن که پول داریم، هر میلیون تومان چقدر زکات داره؟ به صورت کلی زکات رو یعنی در خود 1 میلیون که باشه که در حد نصاب زکات نیست، تقریبا چیزی حدود 13 میلیون شاید باشه امروزه، یعنی معیار و نصاب زکات. و پولی تا زمانی که به معادل قیمت 85 گرم طلای 24 ایار نرسه که چیزی دوربر حدود 13 میلیون تومان ایرانی هست، زکات نداره و به این نصاب برسد و 1 سال کامل بر آن بگذارد. وقتی که 1 سال کامل بر آن گذشت، از نظر شرعی حکمش این است که 2.5% زکات داره، یعنی کل مالشون حساب بکنن، وقتی به مقدار نصاب رسیده باشد 2.5% یا 41ش کل مالشون رو چه مقدار هست تقسیم بر 40 بکنن، 1 قسمتش رو به عنوان زکات باید پرداخت بکنن. جزاکم الله خیر. آیا این درست است که در حالتی که کلاه پوشیده باشی 1 رکعت نماز ثواب 70 رکعت نماز دارد یا؟ در مورد ثواب نماز که با عمامه باشد یا با کلاه باشد، در این زمینه روایات صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده. روایتی هست که در دیلمی آورده در مسند الفردوس که میگویند که جملهش این گونه هست: رکعتان بعمامة خیر من 70 رکعت من غیر عمامه، که این 2 رکعت رو بخونی با عمامه باشه یا با شالی که روی سر میپیچند باشه، این ثوابش بیشتر از 70 رکعتی هست که بدون عمامه خوانده بشود. این روایت بسیار ضعیفی هست، اگر موضوع و ساختگی نباشد بسیار یعنی ضعیف هست. بسیار از علما اینو گفتند که اصلا حدیثی نیست و ضعیفی هست، و حتی تا جایی که برخی از علما معتقد هستند که این روایت جعلی هست، روایت موضوعی هست، یعنی اصلا گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و بالفرض این که قبول بکنیم که این حدیث مرفوعی باشه، گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، از نظر سندی بسیار ضعیف هست و قابل استناد نیست و تفاوتی نداره که انسان در هنگام نماز کلاهی بر سر داشته باشد، عمامه‌ای بر سر پیچیده باشد یا اینکه سر برهنه نماز بکند. این حالت ظاهری ثواب نماز را افزایش نمیدهد. آن چیزی که ثواب نماز را افزایش میدهد حضور قلب در نماز هست، خضوع و خشوع در نماز هست، ایمان و اون حالت درونی هست که ثواب نماز رو در واقع بیشتر میکند. اخلاص و خلوصی هست که انسان در هنگام نماز داشته باشد. اینا سبب می شود که ثواب نماز بالاتر و چندین برابر بشود. اما این که انسان کلاهی رو پوشیده باشد یا عمامه رو پوشیده باشد یا بدون کلاه یا عمامه باشد، ثوابش بالا و پایین بشود، چون این چیزی از دیدگاه احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداره. و این روایتی که در این زمینه هست، روایت اگر موضوع و ساختگی نباشه، روایت بسیار ضعیف و غیر قابل استدلالی هست. و اگرچه برخی از فقها معتقد بر این هستند که پوشیدن سر جز مستحبات هست، در صورتی که اینو جز زینت قرار بدهیم. اگر جز زینت و جز آرایش هست، در یک منطقه مردم عادت دارند که سر برهنه بیرون نمیروند، اگر سر برهنه بروند این یک نوع ناجوان مردی شمرده می شود یا یک نوع در واقع بی احترامی به دیگران شمرده می شود. در این صورت مستحب است که انسان در حالت نماز هم سر خودش را بپوشد. اما خواندن نماز با سر برهنه بدون کلاه و بدون عمامه از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز است. تشکر می‌کنم از شما.
در هنگام رفتن به مکه و مدینه آیا بوسیدن حجر الاسود و زیارت آن جایزه یا نه؟ برای کسانی که یعنی توانایی داشته باشند در هنگام طواف اگر که بتوانند که دست بزنند یا اینکه ببوسند حجر اسود را، این جزء سنت ها هست، اما نباید به خاطر بوسیدن حجر اسود یعنی خود را و دیگران را به زحمت بیاندازند. اگر شما در وقتی عمره کردید یا در زمان حج بسیار شلوغ بود و برای رسیدن به حجر اسود دچار مشقت می شدید، مجبور بودید که دیگران رو از سر رو و کول دیگران بالا بروید، بهتر این است که از این مورد صرف نظر بکنید و از همون دور دست رو بلند بکنید و تکبیر بگویید. این کفایت میکند. لازم نیست که حتما خودتان را یا دیگران را به زحمت بیاندازید برای استلام حجر اسود. تشکر میکنم از شما. برای دیگری گفتن که 2 نفر با هم کشتی میگرفتن و یکی از آنها ضرب مغزی شده است. اگر این شخص بمیرد آیا این قتل صورت گرفته است یا نه؟ قتل که به اصطلاح صورت گرفته در هر صورت، بالفرض اگر کسی در مسابقه مانند کشتی بالفرض اگر بمیرد، این از نظر شرعی فقها اکثر فقها این جزء قتل شبه عمد قرار میدن، در صورتی که شبه عمد هست، یعنی وقتی که با یعنی آله کشنده نبوده، قطعا که در اونجا آله کشنده نیست، اما شبه عمد شمرده می شود و قصاصی در این صورت نیست. قصاصی در این صورت نیست، منتها دیه رو باید پرداخت بکنن. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که به عمدن در ماه رمضان روزشون را خوردن، الان میخوان قضا بگیرن، 1 روز روزه بگیرن یا 60 روز؟ در مورد خوردن روزه به صورت عمدی که انسان قصدن و عمدن در ماه مبارک رمضان روزی رو که شروع کرده روزش را بشکند، این متفاوت هست که این روزه را به چه صورتی شکسته. اگر با خوردن و آشامیدن بوده، همون 1 روز قضا را دارد. اگر کسی روزه گرفته بود، نیت روزه را داشت در ماه مبارک رمضان و در وسط روز قبل از غروب آفتاب روزه خودش را شکست با خوردن یا آشامیدن، حکمش از نظر شرعی این است که 1 روز دیگر باید به جایش قضا بیاورد. یعنی روزه شکسته، گناهی رو انجام داده، 1 روز دیگر باید به جایش روزه بگیره. تفاوتی نداره که بنابر عذری بوده یا بدون عذر باشه، حکمش این است که 1 روز دیگر باید به جایش روزه بگیره. تفاوتش در این است که اگر با عذر روزش رو شکسته گناهی برگردنش نیست، اگر که بدون عذر روزه رو شکسته گناهکار می شود. اما در هر دو صورت حکمش این است که 1 روز دیگر به جای این 1 روزی را که روزش رو شکسته باید روزه بگیرد. اما اگر شکستن روزه به وسیله همبستری بوده، اگر شکستن روزه به صورت همبستری بوده، یعنی این که زن و شوهر هر دو تاشون روزه بودن، در روز ماه مبارک رمضان با همدیگر همبستر شدن، حکمش این است که باید یک برده رو آزاد بکنن و اگر برده رو نداشته باشند 60 روز کامل رو باید روزه بگیرند. یعنی هم قضا دارد و هم کفاره. 1 روزی رو باید به عنوان قضا بگیرند و 60 روز دیگر یا 2 ماه دیگر رو باید به عنوان کفاره روزه بگیرند و اگر توانایی روزه رو نداشته باشند باید 60 مسکین غذا بدهند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن گفتن که خانمشون فوت کرده و دختری داشتن که پیش پدر خانم و مادر خانمشون نگه داشتن و دخترشون 7 ساله هستن و الان گفته خواستن که حضانتش را خودشون، یعنی خود پدر بر عهده بگیرد، اما پدر خانم و مادر خانم از این قضیه ناراحت هستن. سوالشون این است گفتن که تا چند سالگی پدر میتواند حضانت طفل را بر عهده بگیرد؟ تا زمانی که بچه در واقع کوچک هست نیاز به مراقبت داره که معمولا مردها در این زمینه تخصصی رو ندارند و بیرون از در واقع منزل میروند. این حضانتش برمیگرده به زنها، یعنی همون مادر خانومیشون یا خانم‌های دیگری که وجود دارند. بهتر است که این افراد حضانت رو بر عهده بگیرند. اما بعد از این که دختر یا پسر در واقع بزرگ می شود و خود پدر مستقیما می تواند که از اون مراقبت بکند یا اینکه در منزل پدر یا با نامادریش می تواند که زندگی بکند، از نظر شرعی حضانتش برمیگردد به خود پدر هست. و این گونه موارد را خصوصا وقتی که پدر و مادری، یعنی پدر و مادر خانم شما در صورتی که یعنی این بزرگواری رو کردند، این دختر شما رو بزرگ کردند تا حالا و پرورش دادند و الان یک نوع دلبستگی به اون دارند، عادت کردن به اون، در این گونه موارد اولاتر و بهترین است که شما در واقع به گونه‌ای عمل بکنید که هر دو طرف راضی باشند و با یعنی صلح بشه
شود، نه اینکه مجبور بشید که حکم شرعی، حکم قاطی رو در این زمینه اعمال بکنید. اما از نظر شرعی وقتی که پدر توانایی حضانت رو داشته باشد و کودک هم به اندازه‌ای هست که نیازی به زنی نداره در این زمینه و خود پدر یا نامادریش میتوانند از اون مراقبت بکنند، در این صورت پدر از دیگران اولاتر هست برای حضانت فرزندش. سپاسگزارم از شما. در اینجا اتاق فرمان نیست، خواهش میکنم که شما تماس بینندگان رو دوباره زیرنویس بکنن و بینندگان باز تکرار میکنن لطفاً از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدید و همچنین سوالاتون رو به صورت مختصر و آماده داشته باشین. بیننده دیگری پرسیدن که آیا میشه نماز وتر روشش رو خواستم بپرسن که با یک سلام 3 رکعت بخونن بهتر است یا 2 رکعت بخونن و بعد سلام دهن و 1 رکعت دیگر بخونن؟ هر دو صورت ثابت هست. 3 رکعت وتر را که عموم فقها این رو ترجیح دادن، یعنی از صورت‌های دیگر وتری که وجود دارند که 1 رکعت وتر یا 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت، 9 رکعت، این 3 رکعت از نظر شرعی و اکثر فقها اینو ترجیح دادن، یعنی اقل در واقع کمال هست و بهترین روش این 3 رکعت است که انسان نماز وتر رو 3 رکعت بخواند و این 3 رکعت به 2 گونه ثابت شده که 3 رکعت با 1 سلام بخواند یا اینکه 3 رکعت رو با 2 سلام بخواند. هر دو از نظر شرعی اشکال ندارد که 2 رکعت بخوانید، اول سلام بدهید و بعد از آن بلند بشوید 1 رکعت دیگر بخوانید، یعنی به صورت شفع و وتر باشد، یا 3 رکعت بخوانید و با 1 سلام و 1 تحیات باشد. 3 رکعت با 1 سلام و 1 تحیات باشد. اما همین که 2 رکعت باشد، یعنی 2 رکعت جداگانه بخوانید، 1 رکعت رو جداگانه، یعنی در بعد از 2 رکعت سلام بدهید، 1 رکعت دیگر جداگانه بخوانید، این اولاتر و بهتر است. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تفاوتی که در یعنی 3 رکعت هست این هست که 3 رکعت رو با 1 سلام و 2 تحیات میخونند، مانند دقیقاً مانند نماز مغرب میخونند. اما مذهب جمهور در این زمینه به روایات و عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر است. جزاکم الله خیر. اولین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. استاد گرامی، ما از تاجیکستان سوال می‌کنیم از شما. بفرمایید سوالتون. از استاد گرامی خواهش تمنا میکنیم که برای مردم تاجیکستان خوب و خوشرو بفهمونند. در مردم تاجیکستان ما یک رسم و عنعنه است که وقتی آدمیزاد از این دنیا رفت سفر میبندد، فرزندهایشان میتوانند که همون خیر خدایایی که برگردنی همون فرزندها یا که فرض شده یا که مقصد خرج شده است، همون 3 بیگه ها و 40 و همخیلی سر سال معرکه ها هستند، همون را مجبوران اشخلب باید که یک دروک شد که اشخلب خدایی کرده مردم را دعوت کرده یک دعا و فاتحه کنند در حق هم مایید. آیا امام اعظم در حیات خود فرزندای خودش را تعیین کرده که بعد فاطمه من را خدایی کنه یا که من را سبیعه کنید؟ التماس از استاد خواهش میکنم برای یک روشنی اندازه تا که مردم تاجیکستان ما از این فلاکت، از این بحران ها با آسانی رهایی یابند. در آخر از استاد گرامی دعا و تضرع میکنیم در حق مردم تاجیکستان دعا باشن. خیر تا آخر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. 2 تا سوال دارم. سوال اولتون این که آیا کار در بانک های ایران حرام است یا نه؟ و اگر حرام باشد میتونیم در بانک پول بگذاریم یا نه و استفاده دیگری داشته باشیم؟ لطفاً در مورد بانک بیشتر توضیح بده. سوال بعدی. سوال دوم، من در یه شرکتی کار میکنم که کارش خدمات الکترونیک کارتخانه به عنوان نصاب و تعمیر و پشتیبانی کار میکنم. به این شرکت 60% سهام متعلق به بانک صادرات میباشه و بقیه سهام متعلق به شرکت میباشد و به دلیل اینکه بانک های ایران ربوی هستند، آیا کار و حقوقی که میگیرم حلاله یا حرامه؟ و اگر حلال باشد آیا مساعدتی برای بانک چون
به دلیل ربوی بودن آیا میشه یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، تشکر. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. استاد من سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. سوال من همین بود که ما در اروپا هستیم و اینجا گوشتای رقم سودا میشه و ما اگر از این گوشتا مثلا گوشت گوسفند، مرغ، از گاو، ولی ما نمیفهمیم که حلال است یا حرام در رستورانت ها و یا در دکان ها. این سوال اول. و سوال دوم من این است که از ما مادرم نماز جمعه را پیش از نماز جمعه 10 رکعت نماز سنت که هستند اونا را بله بیننده گرامی بله ساعتون یکیم قطع شد. مادرتون گفتیم پیش از نماز جمعه 10 رکعت نماز سنت میخواند. دنباله سوالتون؟ بله یا باز نماز جماعت که میشه بعد از نماز جماعت میه خانه میه. آیا این درست است یا نه؟ 4 رکعت سنت پیش از نماز و 6 رکعت سنت بعد از جماعت. یعنی مادرتون کلا 10 رکعت قبل از نماز میخواند دیگه، درسته؟ بله یا قبل از نماز جماعت. بله بعد از نماز نمیخواند، بعد از جماعت. جمعه. بعد از نماز نمیخواند. درست، در روز جمعه دیگه. بله یا در روز جمعه. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر استاد گرامی. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما رحمت الله هستیم از خمسان زنگ زنیم. بفرمایید سوال شریعتون. سوال شریع مثل من یک نفر بی سواد هستیم. ببخشید ما تفسیر قرآن هم حق داریم. مثلا ما قرآن میخوانیم با ترجمه فارسی. مثلا یک جایی که بیایه که مثلا پیش خود ما یک تفسیر بکنیم، مثلا خداوند در قرآن مثلا ذکر کرده که پاک را از ناپاک مثلا جدا میکنیم. حالا ما از این پاک ناپاک مثلا اینطور تفسیر کنیم که مثلا پاکش ناپاک مشخص است، مثلا سبش مثلا کافرها که هستن مثلا یا یهودی هست، اما این داخل مثلا اینجا که هستن داخل مسلمان ها مثلا منافقا که هستن. من اینا را تفسیر کنیم مثلا ترجمه میکنیم، تفسیر اینجا تفسیر میشه یا نمیشه؟ اینطوری سوال اولی این تفسیر قرآن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. دو سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اول من اینه که درباره مسح گردن می‌خواستم اگه یکم توضیح بدین مسح گردن چطوره؟ مسح گردن. بله. سوال دوم اینه که مثلا طلاق زور واقع میشه یا نه؟ طلاق زوری؟ بله طلاق مثلا به تعدید اصلا. درست. سوال دیگه هم دارین؟ خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. صدای شما وصله. یکمی لطفاً بلندتر صحبت کنید چون ما صداتون رو نمیشنویم. ظاهراً تماسشون مشکل پیدا داره. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد یک سوال داشتیم. سوال اولتون؟ سوال اول همین که ما در یک موعظه گوش کردیم که مقصد میگه که پس از گذشتن یکی از والدین یا که یکم پدر و مادر هر استغفار یا که ذکری که فرزند میکنه در همون میره در نومه اولی پدر و مادر. یعنی بعد از مرگ پدر و مادر؟ بله استغفار میکنه وقت فرزند در همون
نام احوالی پدری و که مادر می رود. درست. سوال دیگه؟ سوال دیگه این که آیا این درست است که میگویند که الله یک رحمتش رو در این دنیا و 99 رحمت دیگرش رو در قیامت به بندگان و میدهد. درست. تشکر از شما. سلامت باشید. سلام علیکم. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سوال داشتیم برادر. در خدمت شما هستیم. سوال شرایطتون لطفاً. بنده گرامی از طریق گوشی تلفن مواصلات کنید. اگر تلویزیون رو کم کنید متشکر میشیم. لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید. بفرمایید سوال شرایطتون. بنده گرامی لطفاً سوال شرایطتون رو بفرمایید. بنده تشکر میکنم از بیننده. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. من همیشه خواهش میکنم از بینندگان عزیز که وقتی تماس گرفتین لطفاً صدای تلویزیون رو کم بکنید. سلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. بفرمایید سوال اولتون. سوال اول اینه که یعنی وقتی نماز وامیستی دست به گوشی دست به گوش بزنیم یا روی شانه بالا بریم؟ سوال بعدی. سوال بعدی اینه که ما صبح بلند میشیم قرآن میخونیم یا یک جز یا دوسته آیه میخونیم یا خدا امیر رو بربای پیار ما یا خیشا ما یا دیگه فامیل ما برسون، یعنی این قول یا دیگه رقم دعا کنیم که برم. سوال دیگه هم دارین؟ بله، یعنی سوال اینه که یک دولتی باشه بالاخره مردم کلا کشور مسلمانی باشه ولی یک دولت بالاخره یعنی چی قانون اسلامی نداشته باشه دیگه یک چیزی نداشته چه دموکراسی قبول داشته مثل افغانستان بره. یعنی ما دولت اسلامی میتونیم بگیم یا دولت کفر میتونیم چیکار؟ یعنی چی بگیم دولت؟ یعنی دولت افغانستان قانون اسلامی نه اجرا نمیکنه، قانون شریعتی کافرانه یعنی دموکراسی اجرا کنه. ما دولت اسلامی گفتم میتونیم یا نمیتونیم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه بخشش. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیه السلام. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. خسته نباشین. یک سوال داشتم. سلامت باشین. بفرمایید. من خانه که از اقوام بودم دعوا کرده بودن رفتم اونجا، بعد اونجا شوهرش 3 بار به زنش گفت طلاق. بعد 2 ماه پیش 18/2 شبکه کلمه زیرنویس کرده بود که اگر در یک مجلس طلاق بدن 1 طلاق گفته میشه. بعد من بهشون اطلاع دادم که گفتم که اینجوری است، اونا هم در رجوع کردن. بعد الان هفته پیش مولانا دیدم توی برنامه جوابیه که گفت اگر که 2 طلاق بدن یا 3 طلاق بدن همون 3 طلاق جاری میشه. می‌خواستم ببینم چجوری شبکه کلمه اینجوری گفت و بعد مولانا این جواب داد و من به اونا گفتن رجوع کنیم و الان اونا اگر آمدن بعد دوباره عقد کنن، یعنی مولوی بیارن عقد کنن یا عقد باطله. همین می‌خواستم ببینم. درست. تشکر از شما. خواهش میکنم. خدا باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. من یک سوال دیگه هم داشتم استاد. بفرمایید. استاد محترم، اگر از من کسی سوال میکنه در کدام مذهب هستی، من میگم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، ولی من کلا شما را پیش میبرم، مثلا نمازهای شما را بسیار زیاد قبول دارم.
مثلا از هر نگاه شما را پیش میبرم. مثلا چیزایی که شما میگین، استاد انصاری میگه، استاد محمد دیقان میگن، حالا چجوری از این 4 امام که ما داریم، امام شافعی، امام حنبل، امام اینا همهش چطور آمدن و ما قرآن شریف را پیش ببریم یا اماما را پیش ببریم یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم؟ یک کمک معلومات اگر دهید بتیم بسیار خوب میشه. تشکر بسیار زیاد. تشکر از شما. از برنامه خوبتان. سلامت باشین. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولم این که اگه از زن شوهر میخوام همبستر بشن میتونن جنس هم دیگه رو مثلا با جان چوشک کنن؟ و سوال دوم چیکار کنن؟ اینه که کسی شوهرش مثلا تو ایرانه، در افغانستان مثلا اون زنش غازی میتونه طلاق بده؟ شوهرش راضی نیست. یعنی شوهر زن رو طلاق بده؟ یعنی کسی 4-5 سال مثلا تو ایران یا ترکیه میره، بعد از که میخواد بره، بعد مولا میگه که 4 ماه بیشتر از که بگذاره بعد 6 ماه. یعنی زن طلاق بگیره یا خود شوهر طلاق یابی بده؟ نه، غازی میخواد طلاقش بده. قاضی، درست. شوهرش ایران راضی نیست که طلاقش کنه، بعد غازی میگه طلاقش میده. درست. سوال واضحه؟ خب یکی دیگه همینه که سوال بعد اینه که بعضی مثلا از برادران افغانی میان یا ترکیه میان، ایران میان برای کار 4 سال 5 سال اینجا هستن، بعضی مولا میگه از 4 ماه بیشتر نمیتونن مثلا بشینن اینجا کار کنن یا دور از خانواده باشن. میگن باید اگه بعد 6 ماه شد باید مولا بیاره دوباره نکاح بسته کنن. آیا درسته یا نه؟ درست. تشکر از شما. تشکر میگم بیننده گرامی. بینندگان در اینجا با هم یک میان برای میبینیم و دوباره در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. ای مؤمنان، از الله اطاعت کنید و از پیامبر و اولوالامر فرمان برداری نمایید و هرگاه با اولوالامر در امری اختلاف کردید آن امر را به الله و پیامبر بازگردانید. اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید این کار برای شما بهتر است و سرانجام بهتری دارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر واقعا الله را دوست دارید از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد و الله آمرزنده و مهربان است. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. و ما کان لمؤمن
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. برای هیچ مرد مؤمن و هیچ زن مؤمن سزاوار نیست، شایسته نیست، درست نیست که اگر خدا و پیغمبر خدا فرمانی بدهن، حکمی بکنن، بیان از دل بخواهی خودشون یه رأی و نظر دیگه انتخاب بکنن. مؤمن حق نداره، چه مرد باشه و چه زن. اگر در برابر امر و فرمان و حکم الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتیم، مؤمن نمیتونه بگه درسته خدا اینو گفته، پیغمبرم گفته، ولی نظر من این میگه. نخیر. اگر مؤمنه دیگه نظر من، عقل من، فکر من، راه من، عمل من، قضاوت من اینا معنا نداره. این دیگه تسلیم نیست. تسلیم در برابر خدا و پیغمبر خدا به صورت مطلق. این جزء کرامت است، جزء شرفه که انسان از همه چیزش بگذره در برابر خدا. چون خدا اگر من و تو عقل داریم، نظر داریم، نظر من و شما و عقل من و شما قطره ای از اون بخشش الهی خدا به من داده. خداوند خالق من و شما و عقل من و شماست. اونی که این عقل رو به من داده بهتر از من و تو قطعا میدونه و میفهمه. عقلمون رو به کار ببندیم، استفاده بکنیم از عقلمون، اما با توجه به آیات قرآنی و سنت پیغمبر علیه السلام. و هر کسی خلاف و عصیان خدا و پیغمبر بکند در یک گمراهی آشکاری است. یعنی کاملا طرف گمراه اگر خلاف و عصیان خدا و پیغمبر بکنه علیه السلام. ما الذي يجعل الناس اليوم يعترض بعضهم على الشرع بمجرد عقله الذي خلقه ربنا جل وعلا الذي أنزل هذا الشرع؟ لهذا عدد من الأسباب، من ذلك اغترار المرء بعقله، اغتراره بذكائه، وأني أي شيء أريد أن أطبقه لا بد أن أقتنع بعقلي. تقول له ترمى الجمرات ب7 جمرات، يقول لك أقنعني عقلا. البس الإحرام بالطريقة الفلانية، يقول أقنعني، لن أنفذ حتى أقتنع. تقول له أمرك الله تعالى بصلاة الظهر 4 ركعات في الوقت الفلاني، قال طيب لماذا ما نجعل هذا ال4 في الفجر لأن الجو أبرد ونجعل الركعتين في الظهر. فيبدأ يستعمل عقله ويظن أن عقله وحكمته ورأيه هي أبلغ من الشريعة. هذا زندقة وكفر. إذا رأى أن عقله وحكمه أحسن من حكم الله فهو طاغوت. هذا أولا، أن يغتر بعقله وذكائه. الأمر الثاني، ما انتشر اليوم من وسائل التواصل وعدد من الكفار الذين يفتحون صفحات في تويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها ويتسمون بأسماء مسلمين، ويذكر بأني أنا كنت مسلما وأصبحت ملحدا أو أصبحت على الدين الفلاني لأني لم أقتنع، ويبدأ يناقش الشباب، وهو أصلا إما منصر أو رجل كافر أصلي، وقل أن يكون منهم من كان مسلما فعلا حقيقيا. فيبدأ يناقش الشباب والفتيات وهم لم يطلبوا العلم ولم يتعلموا، هم أصلا ما طلبوا العلم ولا تفقهوا، فجاء إلى كأس فارغ فملأه بما يريد. ولو أنهم طلبوا العلم وتعلموا وزادوا إيمانهم بالتلاوة والذكر والصلاة والحرص على الخير لما استطاع هذا أن يتعرض لهم. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد. قم للصلاة وأدها
واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد تسقي حياتك راحة تنجيك في يوم المعاد قف للإله وناجه تنل السعادة والرشاد قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد دع عنك الثقال الهوى تلقى الهداية والسداد للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد وعمر بيوت الله لا تركن لساعات الرقاد إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد واخفض جبينك ذلة واسجد لربك بانقياد زود حياتك طاعة إن الصلاة لخير زاد للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد إن الصلاة هي الضياء هي الحياة هي العماد الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك
عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از تاجیکستان پرسیدن، گفتن که در منطقهشون رسم است که وقتی کسی فوت میکند فرزندانش بعد از 3 روز و 10 و 40 قربانی میکنند و مردم را دعوت میکنند به خیرات توزیع میکنند به ثواب مرده. آیا این کار درست است و آیا در مذهب امام اعظم امام ابو حنیفه آیا این جایز هست یا نه؟ در مورد ایصال ثواب برای مردگان یک سری مواردی هست که ثابت هست از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و قبل از آن از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوارشون پیش روی ما هست و همچنین اقوال ائمه 4 اهل سنت و الجماعت. هیچ کدام از ائمه 4 اهل سنت و الجماعت، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، هیچ کدام از آنها این گونه مراسمی رو که امروزه در میان مسلمانان هست به عنوان جلسات ختم و ترحیم و 44 ماه و 1 هفته که میگیرند، هیچ کدام از این ائمه و بزرگواران قائل به این موارد نبودند، بلکه این مواردی هستند که بعد از قرون مفضله ایجاد شده و یک سری بدعت هایی هستند و خرافاتی هستند که متاسفانه مردم بیشتر به این خرافات و بدعت ها اهمیت میدن تا به اصل ایصال ثواب یا نفع میت را. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که یک میتی، یک انسانی از دنیا می رود، ادامات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3. وقتی که انسان از دنیا می رود عملش ختم می شود مگر در 3 مورد. 3 مورد هست که عمل بعد از مرگ در واقع به انسانی که فوت کرده می رسد. یکی علمی هست که انسان در زندگی خودش علمی رو منتشر کرده، عالمی بوده، کتابی نوشته، سخنرانی دارد، تعلیم و تعلیمی رو انجام داده که این ثوابش بعد از اون در واقع باقی می ماند. یا صدقه جاریه رو یک فردی از خودش به جا گذاشته که بعد از وفاتش مردم از آن استفاده میکنن. و یکی از موارد که ثابت هست او ولد صالح یدعو له، فرزند نیکوکاری که برای پدر و مادرش دعا بکند. دعا یکی از بهترین و ثابتترین موارد هست برای ایصال ثواب برای مردگان که بر اثر دعای انسان‌های صالح و بر اثر دعای فرزندان الله متعال مقام بالایی رو در روز قیامت نصیب مردگان و پدر و مادر خواهد کرد. غیر از این روایات دیگری هست به عنوان ایصال ثواب، مانند روزه گرفتن برای میتی که فوت کرده، انسانی که فوت کرده و نتوانسته روزه بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. اگر کسی مرد و روزه برگردنش بود، ولیش میتواند به جایش روزه بگیرد. اگر کسی روزه نگرفت یا نمیتواند روزه بگیرد، میتونن به جایش فدیه بدهند. یا اگر کسی از دنیا رفت و حج عمره رو انجام نداده بود، ولیش و بازماندگانش میتوانند که برای مردگان خودشون، برای پدر و مادر خودشون حج فرضی رو انجام بدهند یا حتی عمره ای رو که به اصطلاح نفلی باشه، عمره یا حج نفلی رو انجام بدن. هیچ گونه اشکال و مانع شرعی در این زمینه وجود ندارد. و همچنین میتوانند که مالی رو صدقه بکنند، خیرات بکنند و که ثوابش به پدر و مادرشون یا به مردگان برسد. این مواردی هست که از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و جایز هست. مواردی از قبیل خواندن قرآن برای مردگان، این در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و عمل صحابه هیچ گونه جایگاهی رو نداره. یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که انسانی فوت می‌کردند، کسی جلسه ترحیمی نمی‌گرفت، کسی 44 ماهی نمی‌گرفتند، جلسه ختم قرآنی نمی‌گرفتند برای مردگان. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عزیزترین افرادی که از دنیا رفتند، از دست دادن، فرزندانشون، دخترانشون یا عموی ایشون و بقیه همسرانشون، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، زینب و برخی دیگر از نزدیکانشون که از دنیا رفتن و همچنین صحابه، برای هیچ کدام از اونها جلسه ختم قرآن و ترحیم و 3 روز و 44 ماه و مناسبت هایی رو در واقع احیا نکردند، بلکه آن چیزی که از رسول الله صلی
الله علیه وسلم ثابت هست، طلب دعا برای مردگان هست. ایشون بعد از اینکه که از اصحاب را دفن کرده بودند و فرمودند استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل، برای برادر مسلمانتون که فوت کرده و دفنش کردید الان طلب مغفرت بکنید از الله که الان در حال سوال شدن هست و برایش دعای خیر بکنید. دعای خیر برای مردگان بالاترین ثواب را دارد، بیشتر از ثواب صدقه دادن، بیشتر از ثواب قرآن خوندن، بالفرض که قرآن هم برسد که خود این که ایصال ثواب به قرآن آیا جایز هست یا جایز نیست یک مسئله اختلافی هست. عرض کردم که از سنت رسول الله و عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ گونه اصلی رو نداره. صدقه دادن برای میت، مهمانی گرفتن، کسی چند نفر رو دعوت میکنن ثوابش رو میبخشن به میت، از نظر شرعی اشکال ندارد، جایز هست. یعنی غذا دادن به نیت این که ثوابش به میت برسد. اما این که تعیین وقت بکنند به عنوان یک مراسمی که مراسم 40 باشه، 4 ماه باشه، مراسم یک هفته بودنش باشه، سالی یک سالش باشه، این از نظر شرعی جایز نیست و حتی از میان فقهای مذاهبی که در این زمینه اظهار نظر کردن، احناف از همهشون هم سخت‌تر هستند. در این زمین حتی احناف فتاوای خیلی سخت و تندی رو دارن تا جایی که گفتند که مردگانی حرام هست، این خوردن غذایی که بعد از وفات یک فردی پخش میکنند و تقسیم میکنند. بسیاری از فقهای احناف گفتند که این به صورت کلی حرام هست، به خاطر اینکه این منجر به یک نوع به اصطلاح بدعت سازی میشود و احیای این گونه مراسم و خرافات میشود، گفتند که حرام هست. پس بنابراین نه امام اعظم رحمت الله علیه چنین کاری رو انجام دادند و نه قبل از امام اعظم اصحاب رسول الله، شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ کدام چنین عملی رو انجام ندادند و برخلاف اصول اسلام هست. همچنین بیننده پرسیدن استغفاری که فرزند در دنیا میکنه آیا ثوابش به پدر مادر به صورت کلی اگر فرزند نیکوکار باشد، و لیس للانسان الا ما سعی، و این که فرزند خودش جزو سعی انسان هست، این اگر پدر و مادر نبودن فرزندی به دنیا نمی آمد و اگر این فرزند بالفرض این که برای پدر و مادرش هم دعا نکند، خودش اهل طاعت و عبادت باشد، انسان وارسته باشد، خود این وارستگیش و پاکیش ثواب به پدر و مادرش میرسد بدون اینکه از گردن از خودش ثوابی کاسته بشود. و این که برای پدر و مادرش بعد از هر نماز دعا بکند، اون یک ثواب اضافه و علاوه بر اصل ثوابی هست که به خاطر نیکوکاری و تربیت چنین فرزند نیکی که اون ثوابش به صورت همیشه به پدر و مادر میرسد بدون اینکه ثواب فرزندان چیزی کاسته بشود. جزاکم الله خیر. کار در بانک های ایران آیا حرامه یا حلال و پول گذاشتن در این بانک ها چگونه؟ الله متعال ما را نهی کرده که از تعاون و همکاری با در مواردی که منجر به اسم و عدوان می شوند، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، هم دیگر را برای گناه انجام دادن و تجاوز و ظلم همکاری نکنید. و کار کردن در بانک یکی از مصادیق همکاری با یعنی در راستای گناه و ظلم و ستم هست که از نظر شرعی چون این چیزی جایز نیست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصا در مورد بانک‌های عرض می‌کنم که بانک‌های ربوی هستند، اگر بانک اسلامی باشد بدون از ربا باشد که یک بحث کاملا جداگانه هست. در مورد ربا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ربا دهنده رو، هم ربا گیرنده رو، و همان کسی رو که شاهد ربا هست و هم کسی که کاتب و ثبت کننده ربا هست، تمام اینها رو در واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردند. و وقتی که در یک کاری نفرین رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، بدین معنی هست که این کار گناه کبیره هست. یک از تعریف های گناه کبیره این هست که یک مورد از گناهان باشد که در دنیا عقوبتی داشته باشد، یک حد شرعی داشته باشد، یا یک لعنی از رسول الله و رسول پشت سر اون کار باشد، یا اینکه تهدید به یک عذابی در روز قیامت شده باشد. این جزء مواردی هستند که این گناهان کبیره شمرده میشوند. این گونه گناهان را، یعنی همکاری در وام دادن را یا وام گرفتن را، جز مواردی هست که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم را در پی دارد. پس بنابراین جز گناهان کبیره هست و از نظر شرعی چون این کاری جایز نیست و مالی هم که به این گونه به دست میاد مال بابرکتی نخواهد بود بلکه حرام هست. و همچنین پول گذاشتن در بانک ها، اگر انسان مجبور شد که در یک جامعه مثلا افراد امانتداری وجود ندارند
کند و اطمینان ندارد به کسی و کسی مالش رو حفظ نمی کند، مجبور هست برای حفظ مال خودش مال رو در بانک بگذارد، از نظر شرعی این جزء محظوریت ها هست، جزء ضرورت ها هست و از نظر بنابر ضرورت اشکالی ندارد. اما هدفش این نباشد که به بانک کمکی بکند یا خودش این پول رو بگذارد به بانک و یک عقد و قراردادی رو بانک ببندد و از سودش رو دریافت بکند. هدفش فقط صرفاً حفظ مال خودش باشد. در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد. تشکر از شما. سوال دیگری که پرسیدن گفتن که در یک شرکتی کار میکنن که خدمات الکترونیکی ارائه میدهد و 60% این شرکت متعلق به بانکی که در ایران هست گفتن هست. آیا کار در این شرکت حرام است یا حلال و آیا مساعدت به ربا نیست؟ نه، خود این شرکت یک شرکت مستقلی هست، منتها سهامدارش مثلا یک بخشی از سهام‌های این شرکت رو بانک دارد. این مستقیما به معنی همکاری در ربا گرفتن نیست. شما این شرکت کارش یک کار جداگانه هست، کار حلالی هست، مثل کارهای الکترونیکی هست، هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد. این که صاحب این بانک صاحب این شرکت کسی هست که ربا میگیرد یا ربا میدهد، این تأثیری در کار شما ندارد. خود این شرکت کارش یک کار خدماتی هست و از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی ندارد و شما می توانید که در این کار در این شغل باشید و کار بکنید. این که بانک سهامدار این شرکت هست یا جزئی از به اصطلاح ملکیت این به اصطلاح شرکت را داره و خود بانک معاملاتی که در بانک انجام می شود یک بخش جداگانه هست، یک حکم جداگانه داره و این شرکتی که یک کار جداگانه را دارد این حکمش کاملا جدا هست. پس بنابراین کار کردن در چنین شرکتی از نظر شرعی ممانعتی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که مادرشان در روز جمعه پیش از نماز جمعه 10 رکعت نماز سنت میخوانند و بعد از آن به خانه میآیند سنت نمیخوانند. حکمش چیه؟ من از سوال این بیننده من فهمیدم که مادرشون به نماز جمعه میروند و در خونه نیستند که این کار رو انجام میدهند. یعنی در مسجد وقتی که میروند 10 رکعت نماز رو قبل از نماز جمعه میخونند یا هر مقداری رو. این از نظر شرعی اشکالی نداره، جایز هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب کردند که انسان در روز جمعه زودتر به نماز جمعه برود، قبل از حضور امام وارد مسجد برود و هر مقدار که میتواند نماز بخواند. قبل از نماز جمعه تعداد رکعات مشخصی که املا شده باشد از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم و به عنوان سنت مشخص شده باشد وجود ندارد، بلکه به صورت کثرت آمده و رسول الله صلی الله علیه وسلم تشویق کردند هر کسی که قبل از امام وارد مسجد بشود و در اولین فرصت وارد روز جمعه به مسجد برود و تا زمانی که امام بالای منبر میرود نماز بخواند و یعنی ثم صلی ما کتب له، تا اندازه‌ای که برایش مقدر هست و برایش در واقع الله متعال میسر کرده نماز بخواند. 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، 20 رکعت، هر مقداری که میتواند از نظر شرعی بخواند. منتها سنت راتبه یا سنت مؤکده قبل از نماز جمعه وجود ندارد. آن 4 رکعت نماز سنتی که قبل از ظهر هستند اون مخصوص روزهای دیگر هست. در روز جمعه 4 رکعت سنت قبل از جمعه ما نداریم، بلکه قبل از جمعه نماز خواندن کاملا جایز هست. 2 رکعت خواندید، 4 رکعت خوندید، کمتر و بیشتر خوندید، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره و جایز هست. و بعد از نماز جمعه هم جایز هست که شما 2 رکعت بخوانید، هم جایز هست که 4 رکعت بخوانید، هم 6 رکعت بخوانید و همین که بیشتر بخوانید. هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز جمعه معمولا وقتی که میرفتن در منزل خودشون 2 رکعت میخوندن. روایت حضرت عبدالله ابن عمر هست و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایتی رو نقل کردند و فرمودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان مصلیا بعد الجمعه فلیصلی 4. هر کسی که بعد از نماز جمعه میخواد نماز دیگه بخونه، یعنی نماز سنت بخونه، 4 رکعت بخونه. هم 4 رکعت ثابت هست و هم 2 رکعت از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. اگر شما 2 رکعت بخونید در منزل هم کار خوبی رو کردید. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه این 2 حدیث رو این گونه جمع کردند. اگر شما در منزل میخونید، یعنی در مسجد سنت بعدی رو نمیخونید، میرو در منزل 2 رکعت بخونید، همانند اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. اگر در مسجد میخونید بر حدیث حضرت ابو هریره عمل بکنید، 4 رکعت بخونید و بر هر دو تا هم میتوانند عمل بکنند. یعنی به جای 2 رکعت یا 4 رکعت میتونن 6 رکعت رو با هم بخونند. اگر کسی دلش خواست شوق داشت که بیشتر بخواند هیچ گونه ممانعتی وجود ندارد. اما بعد از نماز جمعه 2 رکعت و 4 رکعت از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. جزاکم الله خیر.
گرنده گفتن آقا رحمت گفتن که سواد دینی ندارن و میتونن تفسیر قرآن را از ذهن خودشان بگن، مثل آیه گفته که پاک را از ناپاک جدا کردیم، ما بگیم که منافقین نیست شامل میشن در زبان ها. از نظر شرعی تفسیر قرآنی که علم بسیار ریز و دقیقی هست و تفسیر به رأی جایز نیست. انسان میتواند قرآن را بفهمد، یعنی ترجمه فارسی هست، وقتی که خصوصا اگر ترجمه دقیقی باشد قطعا مفاهیم و آیات قرآن را در واقع میفهمد. به صورت کلی وقتی که قرآن پاک و ناپاک را از هم دیگر جدا قرار داده بنابر معایر اصلی که در قرآن و قواعد کلی که در اسلام هست، الله متعال پاک رو حلال قرار داده، ناپاک رو حرام قرار داده. اگر کسی استنباط کرد که فلان مورد چون که ضرر و زیان دارد و ناپاک است پس بنابراین باید حرام باشه، این منافاتی نداره با فهمی که ایشون در واقع از آیات قرآن گرفتن. اما انسان باید سعی بکند که در مورد اظهار نظر در تفسیر آیات قرآن که منظور الله این هست، حتما باید مستند به در واقع وحی باشه، مستند به آیات قرآن، تفسیر قرآن به قرآن باشه، یا به حدیث رسول الله یا اقوال مفسرینی که در این زمینه تفسیر کردن. کسی که خودش سررشته ندارد از طرف خودش تفسیر به رأی نباید بکنه. جزاکم الله خیر. مسح گردن چه حکمی داره؟ مسح گردن جزء سنت های وضو نیست، یعنی در هیچ روایتی از روایت ها از رسول الله صلی الله علیه و سلم، روایت متعددی که وجود داره از روایت حضرت عثمان و بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که هستند، هیچ کدام نیامده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام وضو گردن خودشان را مسح کرده باشند. مسح گردن در هنگام وضو جزء سنت های وضو شمرده نمی شود. جزاکم الله خیر. آیا طلاق اجباری و به زور واقع می شود یا نه؟ طلاقی که از روی اکراه و اجبار باشد معتبر نیست، یعنی چنین طلاقی واقع نمی شود. در این زمینه روایات متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند ان الله تجاوز عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه. روایت ابن ماجه هست که الله متعال امت ما را مؤاخذه نخواهد کرد، یا به تعبیری دیگر درگذشته معاف کرده امت ما را از خطا، یعنی کاری که بر اساس اشتباه انجام میدهد، بر اساس فراموشی انجام میدهد و بر اساس اکراه و مستکرهوا علیه، کاری رو که انسان بر روی اکراه از روی اجبار انجام میدهد، از روی قهر و غضبی که بر روی اون هست انجام میدهد، الله متعال انسان رو در واقع مؤاخذه نمی کند. و همچنین از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت شده در سنن بیهقی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس لمکره طلاق، و روایت دیگری هم در این زمینه وجود داره. و نظر بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند حضرت علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه و بسیاری دیگر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه است که طلاق مکره واقع نمی شود، یعنی طلاقی که بر روی اکراه و اجبار هست و انسان قصد طلاق را نداده مجبورش کردند که طلاق بدهد، چون این طلاقی از نظر شرعی واقع نمی شود. منتها در مورد خود اکراه باز هم بحث‌های وجود دارد که در چه صورتی انسان مجبور می شود. اکراه یعنی چی؟ آیا همین که مثلا خانم فرض کنیم که دمپایی خودش رو بلند کرده به شوهرش میگه اگر طلاق بده، طلاق ندی این دمپایی رو سرت میزنم، این اجبار نیست. یا در صورتی که انسان میداند که طرفی که تهدید کرده نمیتواند تهدیدش را عملی بکند، کمتر از اون است که تهدیدش را در واقع عملی بکند، اینها جز موارد اکراه شمرده نمیشن. اکراه یعنی این که یک فردی که قدرت دارد از شما بالا دست هست، یا اینکه قدرتش با شما برابر هست، فرض کنید تفنگی رو بالای سر شما گرفته و میگه زن تو رو طلاق بده، اگر طلاق ندهی تو رو میکشم، و تو هم میدانی که اگر طلاق ندهی دست تو رو قطع میکند یا تو رو میکشد، در این صورت این جزء اکراه شمرده میشود. اما این که من به شوخی عرض کردم اگر کسی دمپایی رو بلند بکند که و طلاق طلب بکند، طرف طلاق بدهد، این طلاقی است که واقع شده، یعنی این تهدیدی شمرده نمیشد. اما اگر تهدید قطعی بود و تهدید اون کسی که تهدید کرده بود عملا میتواند تهدیدش رو عملی بکند و اجرا بکند، در این صورت طلاق مکره واقع نمیشود.
و نظر جمهور فقها هم در این زمینه این است که طلاق مکره واقع نمی شود، چه مذهب از مذاهب اهل سنت و الجماعت و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اکثر فقها نظرشون بر این است که طلاق مکره واقع می شود، به خاطر اینکه یعنی توجیه کردن اینو به این صورت که نهایتا این فرد در میان دو چیز یکی رو انتخاب کرده، یعنی یا طلاق همسرش یا اینکه جانش رو نجات بده. الان ترجیح داده که جانش رو نجات بدهد و زنش رو طلاق بدهد. این توجیه این دسته از فقها است. اما بسیار از فقهای حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نظرشون بر این است که طلاق مکره بنابر روایاتی که در این زمینه وجود دارند واقع نمیشه. سوال شما آیا این درست است که الله متعال یک رحمتش را در دنیا و 99 رحمتش را در روز قیامت بندگان میدهد؟ بله، در این زمینه روایات صحیح وجود داره. در صحیح بخاری هست روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که جعل الله الرحمت 100 جزء فامسك عنده 99. الله متعال رحمتش رو تقسیم ورصد کرده، 99 رحمتش رو 99 بخشش رو الله متعال بیش خودش نگه داشته و فقط یک بخشش رو در روی زمین در واقع پخش کرده در میان تمام مخلوقات. و در روایت اومده که بر اثر همین 1% رحمتی که الله متعال تقسیم کرده در میان مخلوقات میبینید که در میان انسان ها و تمام حیوانات این رحمت و در واقع رحمدلی وجود داره. حتی در خود همین روایت حضرت ابو هریره اومده که حتی ترفع الفرس حافرها، یعنی تا جایی که اسب پای خودش را بلند میکند به خاطر اینکه پایش به فرزندش و به اصطلاح بچهش اصابت نکند. این بر اثر همون 1% رحمتی است که الله متعال در میان بندگان و مخلوقات تقسیم کرده و 99 رحمتش را الله متعال پیش خودش نگه داشته و در روز قیامت ان شاء الله مشمول حال مؤمنان خواهد شد. جزاکم الله خیر. در وقت تکبیرات الاحرام دست را گفتن روی گوش بذاریم یا روی شانه؟ هر دو مورد ثابت هست، اشکالی نداره. میتوانند که در برابری به اصطلاح شانه ها باشه که اکثر فقها معتقد بر این هستند و اگر به اندازه برابری گوشان بلند کردن هیچ گونه اشکال نداره، اینم ثابت هست. جزاکم الله خیر. بیانه گفتن که عادت دارن که در صبح یک جز قرآن میخونن و ثوابش را به روح پدر و مادرش هم میبخشن. آیا این درسته یا دعای دیگری بکنن؟ این که ثواب به پدر و مادر برسد خود شما به ثوابش بیشتر در واقع نیازمند هستید و این که ثواب قرآن به پدر و مادر برسد این ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی چون این دستوری به ما داده نشده که قرآن بخوانید ثوابش را به پدر و مادر ببخشید. شما قرآن بخوانید ثوابش مال شما باشه، بعد از این که قرآن خواندید برای پدر و مادرتون دعا بکنید. سهمیه پدر شما از این قرآن خواندنتون خود به خود به پدر و مادرتون ثواب میرسه، زیرا که شما انسان نیکوکاری هستید، طاعتی رو انجام دادید، خود وجود شما مرهون پدر و مادر شما هست، پس بنابراین به پدر و مادرتون ثواب میرسن. و بعد از این که نماز خوندید و بعد از این که قرآن رو خوندید برای پدر و مادرتون دعا بکنید، ثواب دعای شما 100% میرسد به پدر و مادرتون. اما ثواب تلاوت قرآن که شما ثوابش را به پدر و مادر ببخشید این از نظر شرعی ثابت نیست و بسیاری و اکثر فقها هم نظرشون شاید بر این باشه که این اصلی نداره در شریعت و ثوابش هم در واقع نمیرسد. جزاکم الله خیر. بینانی بعدی گفتن که در مورد حکم 3 طلاق در یک جلسه معلومات می‌خواستن، گفتن که اگر هم بعد از 3 طلاق که در یک جلسه بوده رجوع صورت گرفته باشه آیا به عقد جدید نیاز هست و یا اینکه نه اصلا رجوع نمیشه و طلاق این عقد دوباره باطله؟ در مورد بحث 3 طلاق و که 1 طلاق حساب می شود یا 3 طلاق می شود، بحث خود طلاق را نمیدونم چقدر فرصت داریم که 7 دقیقه و خود طلاق یعنی طلاق سنی که طلاقی که مشروع هست روشش این است که در یک طهری که زن و شوهر با هم دیگر هم بستری نکرده باشند، شوهر زنش رو وقتی میخواد طلاق بدهد 1 طلاق بدهد، 1 طلاق بدهد و در حالت طهر بدهد، نه در حالت عادت ماهیانه، و در طهری بدهد که در آن طهر و پاکی با همسرش نزدیکی نکرده باشه، که در این صورت یعنی نیاز به طلاق، یعنی چون که معمولا شوهر نیاز بیشتری به همسرش داره و اگر در این زمان طلاق بدهد معلوم می شود که حتما دیگه این مسئله جدی هست و تصمیمش قطعی هست و این طلاق سنی هست. اما این که 3 طلاق رو در یک مجلس بدهد یا 3 طلاق رو با 1 لفظ بدهد این جزء طلاق بدعی هست، طلاق بدعی شمرده می شود. اما این که آیا طلاق بدعی خصوصا در صورتی که 3 طلاق با 1 لفظ یا 3 طلاق در یک جلسه باشه آیا این طلاق واقع می شود یا خیر؟ من قبلا عرض کردم که نظر جمهور فقهای مذاهب اهل سنت و
والجماعت در این زمین این است که طلاق واقع می شود. یعنی در مذهب امام ابو حنیفه و هر 4 مذهب اهل سنت والجماعت این است که اگر شوهر دیده و دانسته و به قصد طلاق زنش رو 3 طلاق داد در یک مجلس، یا 3 طلاق داد با یک لفظ، مثلا به زنش گفت که تو 3 طلاق هستی، یا یک مرتبه به زنش گفت تو طلاقی طلاقی طلاقی، در یک جلسه 3 مرتبه اینو تکرار کرد، از نظر جمهور علما در واقع این طلاقش واقع می شود. و استدلال جمهور علما از این حدیث رکانه ابن عبدالله هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زنش رو در واقع طلاق بتی داده بود، یعنی طلق امرأت البته که طلاق قطعی داده بود. و وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدند و قسم خورد که والله ما اردت الا واحدة، والله ما اردت الا واحدة، قسم خورد که یا رسول الله من فقط منظورم از این طلاق البته و طلاق قطعی فقط یک طلاق بوده و از 3 طلاق نبوده. این روایت رو در مسند احمد و در سنن ابو داود هست. از این استدلال کردند که چون که قسم خورده که من نیتم یک طلاق بوده، پس بنابراین معلوم می شود که 3 طلاق هم واقع می شده. یعنی اگر می گفته من منظورم 2 طلاق بوده یا 3 طلاق بوده نافذ می شده، اما چون که 3 طلاق واقع می شده قسم خورد که من فقط منظورم یک طلاق بوده. و خود این 3 طلاق دادن در یک جلسه این یک کار حرامی هست، جایز نیست. روایت حضرت محمود ابن لبید هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک شخصی زنش رو 3 طلاق کرد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ایلعب بکتاب الله و انا بین اظهرکم، آیا من که زنده‌ام و شما قرآن رو به بازیچه خودتون قرار دادید؟ این همون صورتی که عرض کردم که 3 طلاق رو یعنی در 3 جلسه بدن یا در 3 طور، در هر طوری یک طلاق جداگانه رو بدن. با توجه به این روایات جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که طلاق واقع میشن. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و همچنین ابن قیم و از معاصرین علامه سعدی رحمت الله علیه و همچنین شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه و تعداد دیگر از علمای معاصرین نظرشون بر این است که 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با یک لفظ یک طلاق شمرده می شود. 3 طلاق در یک مجلس یا 3 طلاق با یک لفظ یک طلاق شمرده می شود. و دلیلشون هم یک دلیل قوی هست. روایت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم آمده که کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق 3 واحدة، که طلاق در زمان رسول الله و در زمان خلافت ابوبکر و در زمان 2 سال اول خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 3 طلاق یک طلاق حساب میشد. و این روایت هم روایت صحیح است. و منتها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که مردم در یک کاری که در اون مهلت دارند عجله کردند، یعنی باید این طلاق رو یکی یکی صادر بکنند و اونها 3 طلاق رو صادر کردند. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتند که علی رغم به اصطلاح خواست اونها وقتی که 3 طلاق دادند و 3 طلاق رو تلفظ کردند، همون 3 طلاقی رو که تلفظ کردند من اعمال میکنم. این حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به عنوان یک حکمی که برای اصلاح باشه یا برای اصلاح فهماندن حکم شرعی در این زمینه باشه، این حکم رو از طرف خودشون اعمال کردند. هر کسی 3 طلاق داد من همون 3 طلاقی رو که خودش گفته اعمال میکنم. و از نظر شرعی قاضی هم چنین حکمی رو داره که اجازه رو داره که در صورتی که یک حکمی یک عملکرد مردم منجر به بازی گرفتن احکام شرعی بشن، میتواند که یک حکمی رو این گونه صادر بکند و مانند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که در این زمینه اعمال کردن. و اگر نظر بنده همون فتوایی رو که بنده دادم نظر همون 4 مذهب اهل سنت و الجماعت بوده، این در مورد طلاق ثلاثه که جمهور علما نظرشون بر این است که 3 طلاق واقع می شود. اما اگر کسی سوال کردن از شیخ خدمتی یا کسی دیگر که نظرشون بر این است که با توجه به روایت صحیح مسلم 3 طلاق رو یک طلاق حساب میکنن، برای شما جایز هست از هر کسی که شما فتوا پرسیدید به شما چه فتوایی رو داده، اگر فتوا داده که 3 طلاق یک طلاق است، از نظر شرعی برای شما جایز است که بر فتوای این عزیزان عمل بکنید و گناهی برگردن شما نیست. و در صورتی که 3 طلاق یک طلاق شمرده بشه و طلاق رجعی شمرده بشود، نیازی به نکاح مجدد نیست. نیازی به نکاح مجدد نیست. اگر تا زمانی که این زن در عدت خودش بوده، یعنی قبل از 3 ماه هنوز نگذشته بوده و با هم دیگر رجوع کردن، در این صورت نیازی به نکاح مجدد نیست. اما اگر عدت گذشته بوده و رجوع نکردن باید دوباره نکاح ببندند. جزاکم الله خیر.
اگه کسی بیانده گفتن که بگوین از کدام مذهب هستین، من میگویم مذهب حنفی هستم، از ابو حنیفه پیروی میکنم، اما خودم گفتن عملا از حدیث و سنت دیگه هم پیروی میکنم. درسته؟ مذاهب اهل سنت و الجماعت، مذاهب هر 4 مذهب اهل سنت و الجماعت بر اساس قرآن و حدیث هستند. یعنی اصل اول در تمام مذاهب قرآن هست و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. منتها یعنی فقهای همون گونه که در دایره یک مذهب اقوال متعددی وجود داره. به طور مثال در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه یک نظری دارد، امام محمد یک نظری رو دارد، امام ابو یوسف رحمت الله علیه یک نظری رو داره، یا شاید شاگردان دیگر امام صاحب نظرهای دیگری رو داشته باشند. در دایره مذهب علمای مذهب میان رأی یکی از این بزرگان رو ترجیح میدن بر آرای دیگر به خاطر قوت و ضعف دلیلی که در واقع مد نظر دارن. همان گونه که در دایره یک مذهب ما میتونیم که از آرای چند تا فقیه هم مذهب خودمون یکی رو ترجیح بدیم به خاطر وجوه قوتی که دارد، در دایره مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت هم ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر در یک مذهبی در یک مسئله مثلا قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیلش قوی تر باشد، من به عنوان یک شافعی هیچ گونه ممانعتی ندارد که رأی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو قبول بکنم. و اگر برعکس باشد، من به عنوان یک حنفی اگر نظر امام احمد رحمت الله علیه در یک موردی قوی تر باشد، دلیلش حدیثش صحیح تر باشد، این هیچ گونه منافاتی با حنفی بودن من ندارد که من در یک مسئله پیرو امام احمد رحمت الله علیه باشم. و این رو در میان علما یک امر کاملا عادی هست. علما با عوام تفاوت دارند. علما آگاهند با دلایل هر 4 مذهب و نحوه استدلال و می توانند که یک قولی رو بر اقوال دیگر در واقع ترجیح بدن و اصل و معیار همان قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و شما به هر عالمی که به علمش و فقاهتش و به اخلاص و تقواش اعتقاد دارید، شما بر عمل اون، بر فتوای اون می توانید که عمل بکنید. جزاکم الله خیر. بیننده 2 سال پرسیدن، گفتن که طلاق غیابی آیا قاضی میتونه طلاق غیابی رو در حالی که شوهر راضی نیست صادر بکنه؟ همچنین اگر مردی 4-5 سال از همسرش دور باشد به خاطر کار، وقتی برگشت احتیاج به نکاح جدید داره؟ نه، اگر کسی سفر رفته بود و 4 ماه به قول این بینندمون بیشتر گذشته بود، خود به خود طلاق واقع نمیشد مگر اینکه خود شوهر در واقع طلاق رو واقع بکنن. بعد از 4 ماه، بعد از 1 سال، بعد از 10 سال بالفرض اگر تصور بکنیم بر بگردد به خانوادهش خودش، نیازی به نکاح جدیدی وجود نداره، این خود به خود طلاق نمیافتد. در مورد طلاق غایبانه، اگر یک همسری طلاق زن شما تقاضای طلاق کرده باشد و حق داشته باشد که شما یعنی بنابر حقی تقاضای طلاق بکنه، شما حق اون رو ندهید و که آقای عباسی نمیذارم من کامل بکنم، شما حق دارید، یعنی شوهر حق بخشی زن حق دارد که تقاضای طلاق بکنه در صورتی که شوهر ممانعت بکند از پرداخت حقش، و در صورتی که طلاق ندهد زن میتواند که به قاضی مراجعه بکند و قهرا طلاق خودش رو از دادگاه بگیرد. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. از بینندگان عزیز تشکر می‌کنیم تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر